رشد بیش از حد میکروب های غیر نورمال در امعای بزرگ و کوچک ما سبب تولید گازها و علائم دیگه می گردد. اینتستینل میتانوژن اوورگروت یا ایمو تکلیف است که توسط میکروب به نام میتانوبریوای بکتر سمیتای به وجود می آید. این میکروب نه بکتریا است و نه ویروس، بلکه به نام ارکیون یک فامیل دیگه از میکروب هاست که در روده خرد و بزرگ ما تکثر غیر نورمال میکنه و سبب تولید بادها و گازات میگردد. مریض مبتلا به ایمو یا اینتستینل میتانوژن اوورگروت بعد از خوردن نان دمش و پوندیدن و گرنگی و سنگینی معده و شکم احساس میکنه، بلوتینگ، گیسز، دیستنشن، غر و غور شکم، بادهای شکم، بیرون زدگی و بیرون برآمدن شکم با قبضیت و عدم تخلیه. مریضای مبتلا به اینتستینل میتانوژن اوورگروت یا ایمو موردتب یا گرمایش وجود داره. گسترو سایکولوژیکال سیمپتومز یا قهر، غصه، تشویش، اضطراب، ترس، بیم، استرس، همه از اینا بنابر اختلال در گت برین انتراکشنز یا ارتباط بین مغز و میده و روده به وجود میاد. خب اگر گاز میتان یا باد شکم حجاب عاجز را به طرف بالا فشار بده، ممکن است محتویات داخل میده به میری سرازیر شود و سبب دلجوشی و دلبدی و هالیتوسیس و بدبوی دهن بگردد. کازز اف ایمو یا علتهای اساسی اینتستینل میتانوژن اوورگروت impaired gut motility یا تغییر و کمبود و ازدیاد در حرکات جهاز هاضمه. به طور مثال پروپلسیو موومنت سبب هضم غذا در میده می گردد، پریستالسیس سبب جذب و تخلیه روده می گردد. این حرکات ظریف و کوچک توسط مغز اداره میشه. قهر و غصه و تشویش و اضطراب سبب کمبود حرکات گشته و زمینه مساعد میکنه به نمو باکتریاها. علت دوم هیپوکلور هیدروسیس یا هیپوکلور هیدریا یا کمبود تیزاب معده است که بنابر خوردن اومپرازول و موجودیت عفونت ها در معده به وجود میاد. علت سوم دیسبایوسیس یا کمبود میکروب های نورمال در جهاز هاضمه که متاسفانه بعد از خوردن انواع از آنتی بیوتیک ها به وجود میاد. ای از جمله علت های اساسی است که میتونه تکلیف به نام ایمو را به وجود بیاره. برای تشخیص این وضعیت برث تست انجام میشه. در یک آله مخصوص ساینتیفیک مریض پف میکنه و بعد از او ما گاز میتان میبینیم که به چی اندازه تولید شد. برای تشخیص بهتر به دست آوردن یا دیدن میکروب که سبب تولید گاز میتان میگردد در فلید یا مایات رودی کوچک و بزرگ ما که توسط اندوسکوپ و کولونوسکوپ باید برداشته و مطالعه شود. برای معالجه خوبی وضعیت از نیومایسین و ریفاکزامین میتونیم استفاده بکنیم. ممنون.